واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. این کتاب رو، این قرآن کریم رو الله سبحانه و تعالی اساسی قرار داده که ما مسلمان ها میتونیم بر اساس این کتاب با همدیگه وحدت داشته باشیم، به همدیگه احترام بگذاریم، حقوق همدیگه رو بشناسیم، به همدیگه تحدی و تجاوز نکنیم. اگر ما برای وحدت و برای روابطی که قرار هست با همدیگه داشته باشیم اساس و پایه ایجاد نکنیم، هیچ امکان نداره که وحدتی به وجود بیاد. اما اینکه بیایم کنفرانس وحدت بذاریم و هفته وحدت بذاریم و شعارهای دروغینی که نظام آخوندی در ایران بیش از 30 سال است که در هر سال، در هر مناسبت، در هر روز، در هر هفته تکرار میکنه، اینا فقط هدفشون فریب دادن است. اگر واقعا اگر که میخوان وحدتی در بین امت اسلامی ایجاد بشه، اختلافات شیعه و سنی، اختلافات مسلمان ها از بین بره، باید اساسی برای این وحدت وجود داشته باشه. ما بارها اعلان کردیم و بازم تکرار میکنیم که بیایید هدف رو مشخص بکنیم، بیایید اساس این وحدت رو پایه‌ریزی بکنیم. اساس این وحدت قرآن کریم است، کتابی که هر برادر و خواهر شیعه منصف ما و هر مسلمان سنی و هر مسلمان شیعه اختلافی در این ندارن که این کتاب آسمانی است، اختلافی در این ندارن که این معجزه جاویدان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، اختلافی در این نیست که این کتاب قانون زندگی است، دستور زندگی است. اگر ما به این کتاب چنگ بزنیم گمراه نمیشیم. اگر مسائل اقتصادی، اگر مسائل سیاسی، حکومتداری، اجتماعی، اخلاقی، همه مسائل نظامی، همه مسائل مهم و غیر مهمی که در جهان امروز وجود داره، ما میتونیم بر اساس این قرآن کریم این مشکلاتمون رو حل بکنیم و اساس و پایه وحدت رو توسط این قرآن کریم، توسط این ریسمان الهی پایه‌ریزی بکنیم. به خاطر همین ما بارها در مناسبت‌های مختلف این رو تکرار کردیم که آخوندهای رافضی، این دشمنان وحدت امت اسلامی، این دشمنان اهل بیت پیامبر، این دشمنان اصحاب پیامبر، این دشمنان اسلام، این دشمنان قرآن، اعتقادی به این قرآن که کتاب آسمانی ماست ندارند. اگر میان در مناسبت‌ها، در تلویزیون‌ها، در رادیوها، در کلاس‌های درسیشون یا در حسینیه‌ها از این قرآن استشهاد میکنن، از این قرآن دلیل میارن یا این قرآن رو به دست میگیرن، در حقیقت ایمانی به این قرآن ندارن، اعتقادی به این قرآن ندارن. آیاتی از قرآن، ما نمیگیم همه این قرآن رو رد میکنن، شاید آیاتی از این قرآن رو قبول داشته باشن و شاید اکثر آیاتش رو قبول داشته باشن، اما به این کتاب به عنوان یک مبنای وحدت امت اسلامی اعتقاد ندارن. چرا؟ چون قرآن حقیقی میگن تحریف شده، قرآن حقیقی در دست امام زمان هست، قرآن حقیقی فعلا در بین مسلمان ها نیست، این قرآن، این کتاب تحریف شده است. به همین دلیل ما تا وقتی که مسلمان ها بیدار نشن و این چهره های کثیف رو که هدفشون ایجاد تفرقه در بین مسلمان هاست، هدفشون ضربه زدن به وحدت امت اسلامی است، تا این چهره ها رو نشناسن، ما باید این مسائل رو تکرار بکنیم تا اون تصویر ذهنی که از این آخوندها در ذهن برادران و خواهران شیعه است که اینها طلایه‌داران اسلام هستند، اینها وارثین انبیا هستند، اینها به اصطلاح وارثین اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. ما ثابت کردیم که اینا دروغ میگن، نه وارثین اسلام هستند، نه اهمیتی برای اهل بیت پیامبر قائل هستند. اینا فقط در فکر این هستن که چطور شکم خودشون رو پر بکنن. شکمشون که پر شده، در فکر این هستن که چطور جیبای خودشون رو پر بکنن و به روش‌های مختلف مردم رو فریب بدن، مردم رو از راه توحید یکتاپرستی دور بکنن. برای اینا مهم نیست 1 میلیون 1 میلیارد همه مسلمان ها، همه انسان ها به جهنم برن. المهم در 4 روز دنیای فانی این آخوند باید خوشگذرانی خودشو داشته باشه، شهوت پرستی خودشو داشته باشه و اون اهداف پلید و شومی که عبدالله ابن سبع یهودی براشون ترسیم کرده باید به اون اهدافشون برسن. اما وقتی که این مطالب رو مطرح کرده بودن در شبکه‌های توحیدی، اینها سر صدا کردن که خب بیاید شما نشون بدید که این مصحف فاطمه کجاست،
این وظیفه و کار ایناست که باید نشون بدن که این مصحف فاطمه کجاست و چرا در کتابهاشون و در مصادرشون در این مورد صحبت شده. بعد از پخش این کلیپ ها و این مطالب در شبکه های توحیدی، بعضی از بینندگان شیعه که طبعا این مطالب رو میبینن، مستند ما از کتابانشون میدیم، براشون سوال ایجاد میشه که حقیقت امر چیست؟ چرا اصلا باید این قرآن رو بخونن؟ چرا در جوامع تشیع به قرآن زیاد اهمیت داده نمیشه؟ و چرا اصلا علمای شیعه الا تعداد خیلی اندکی که از باب تقیه سکوت کردن، بقیه همه قائل به تحریف قرآن هستند و هزاران چراهای دیگر که در ذهن هر انسان حقجو و حقگو خطور میکنه. ما وقتی که دوستانمون در بخش پژوهش و پیگیری شبکه داشتن یکی از برنامه‌های شبکه گمراهی رو متابعت میکردن، با موردی برخوردن که یکی از این آخوندهایی که در دروغگویی طبعا شاگرد جناب آقای قزوینی هست و این روش دروغ و تلبیس و خیانت رو از ایشون یاد گرفته، مطلبی زیبایی رو دوستان رصد کردن که من این رو خدمتتون نشون میدم و در آخر قضاوت رو میذارم به عهده شما عزیزان که نظرتون در مورد این شخص و مطالبی که میگه چیست. 2 تا کلیپ هست، من سعی میکنم که همه این کلیپ ها رو پخش بکنم. عزیزانمون اگر لطف بکنن این رو صدا و تصویرش رو داشته باشن. و اینم عرض کنیم اگر در قرآن اسم ائمه آمده بود قرآن رو تحریف میکردن، همونطور که به خاطر یه مسئله شرعی کوچیک که از خودشون جعل کردن گفتن یه بزی اومده قرآن رو خورده، تو قرآن ما بوده، پاک شده. بله، ایشون میگه که اگر اسم ائمه در قرآن میومد قرآن رو تحریف میکردن. این مطلب اولی بود که این آخوند در اینجا بهش اشاره کرد. مطلب دوم این رو هم خدمتتون پخش بکنم. دوستان اگر صدا و تصویر رو پخش کنن. 2 تا سوال مونده. خانم دهقان از دماوند پرسیدن، گفتن که این شبکه‌های وهابی سیاسی داعشی گفتن در کافی روایتی آمده مبنی بر اینکه قرآن دست ما عثمانی است و تحریف شده و نه، قرآن دست ما قرآن عثمانی است، قرآن علوی است. اما ما 2 تا قرآن علوی داریم، یه قرآنی که طبق ترتیب نزول نوشته شده، خود اهل سنت هم اعتراف کردند، یه قرآنی است که طبق دستور رسول خدا طبق همین ترتیب فعلی ما چیده شده. اون برای اینکه بفهمید ناسخ چیه، منسوخ چیه، عام چیه، خاص چیه، مطلق چیه، مقید چیه، یعنی کنار هم آیات کنار هم چیده مشخص کرده. تو این نه، آیات به ترتیب که پیغمبر فرمودن طبق وحی طبق اون چیده شده. اینی که الان دست ماست، ائمه دستور دادن، این حجت است تا قیامت. اما برای فهم درست آیات قرآن وقتی امام زمان بیان همون قرآن رو میارن، همه دقیق آیات رو میفهمن. بله. وقتی که امام زمان بیان همون قرآن رو میارن و فرق اون قرآن با این قرآن اینه که فقط ترتیبش فرق میکنه، بقیهش قرآن همش یکیه و قرآن علوی است و قرآن عثمانی نیست. کلیپ سوم هم خیلی جالبه، این رو با هم ببینیم. حداقل اگر خیلی ساده بخوایم بگیریم، در باب متن اصلی قرآن و قرائت‌های اساسی و رایج بین مردم، اهل سنت مهمان سفره اهل بیت علیهم السلام و مهمان سفره شیعیان بودن. یعنی که خیلی تعبیر رو من سبکش کردم دیگه. اگه خیلی ساده بخوایم بگیم باید بگیم اهل سنت در باب قرائت رایج و در باب نص رایج قرآن مهمان سفره شیعیان بودند و این هم افتخاری است الحمدلله. کسی که طرفدار اهل بیت باشه از همون اول به دنبال هم قرآن بوده هم روایات بوده و به خوبی برای بیننده ها به نظر روشن شده باشه. اون کسانی که ادعا می‌کردن آقا ما قرآن داریم شیعه نداره چی مشخص شد وضعیت. بله، تشکر میکنم از عزیزانمون در اتاق فرمان. خب من یک کلیپ خیلی جالب و خنده‌دارم داریم در ادامه همین بحث است که اینو من انشالله لحظاتی بعد
خدمتتون پخش خواهم کرد که کلی بخندید. کلیپ از آخونده است، از چارلی چاپلین نیست، از خود امین آخونده است که در مورد همین قضیه تحریف قرآن هست. منتها این خانومی که سوال کرده بودند در اون برنامه که در کافی میگن که قرآن 17,000 آیت هست و فلان هست و اینا، و این طرف اصلا اشاره‌ای به این مطلب نمیکنه و اصلا ذکر نمیکنه این رو، و من از طرف شبکه ولایت و آقای ابوالقاسمی من این سفر رو نشون میدم. دوستان این سفر رو پخش کنن. این اصول کافی است، این در جلد 6 روایت 28 در صفحه 478 که میگه ان القرآن الذي جاء به جبرئیل علیه السلام الی محمد صلی الله علیه و آله و سلم 17,000 آیه. راستی قرآنی که جبرئیل برای محمد آورد صلی الله علیه و سلم 17,000 آیه بوده است. تشکر میکنم از عزیزان. من همین روایت رو هم از نسخه‌ای که ما در کتابخانه‌مون داریم، در کتابخانه وصال حق، از اینجام خدمتتون نشون بدم. نسخه ما نسخه عربی است بدون ترجمه فارسی. موسوعه الکتب الاربع، اصول الکافی، جلد 1 تا 2، ثقة الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی، در 2 جلد کلا جمع کردن اینجا. در کتاب فضل القرآن صفحه 657 اینجا به شکل تسلسلی آورده شماره احادیث رو، اونجا هر باب رو به تنهایی شماره گذاری کرده. در اینجا این روایت هست از علی ابن الحکم عن هشام بن سالم عن ابی عبدالله ان قرآن الذي جاء به جبرئیل الی محمد صلی الله علیه و آله و سلم 17,000 آیه. قرآنی که به محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده 17,000 آیه است. تشکر میکنم از عزیزانمون در اتاق فرمان. بعد اخیراً هم در چاپ جدیدی که از اصول کافی در ایران داشتن همین رو آوردن، مطلب رو تحریف کردن. گفتن ان ابی عبدالله ان قرآن الذي جاء به جبرئیل الی محمد صلی الله علیه و آله و سلم 7,000 آیه، 7,000 آیه است در کتاب اصول کافی در جلد 4 چاپ جدیدی که در ایران شده در صفحه 634. تشکر میکنم از عزیزان. اما این آقایون فراموش کرده بودن که این مطلب رو دوستان نشون بدن. این کتاب مرحات العقول است فی شرح اخبار آل رسول. علامه مجلسی این کتاب رو تالیف کرده در شرح کتاب اصول کافی. اینم در تهران چاپ شده، تهران بازار سلطانی سال 1404. این هم کتاب است. الحدیث ثامن و العشرون، این حدیث رو میگه که این حدیث موثق است، حدیث صحیح است و در اینجا ثابت میکنه ایشون که قرآن حقیقتا تحریف شده و خیلی از آیات و روایات حذف شده. ببینید ان القرآن الذی جاء به جبرئیل الی محمد 17,000 آیه، 17,000 آیه هست در صفحه 526 جلد 12 کتاب فضل قرآن، کتاب مرحات العقول از علامه مجلسی. حالا میپردازیم به مطالب مهمی که این آخوند در جوابی که به این بیننده داشت که میگه اصلا آیات قرآن تحریف نشده، قرآن کم و زیاد نشده، منتها 2 قرآن است، فقط ترتیب نزول آیات آنچه که فعلا در دست ماست با آنچه که در دست امام زمان است، فقط ترتیب این آیات فرق میکنه. قرآن همون قرآنه و تحریف نشده. و ما از کتابای خودشون احادیث صحیح خودشون ثابت کردیم خدمتون که نخیر، اعتقاد به قرآنی دارن که تقریبا حدود 11,000 آیه بیشتر از این کتاب هست، یعنی 11,000 آیه بیشتر داره. میگه که امام زمان قرآن جدید نمیاره، قرآن جدید نمیاره و کلا همین قرآن است، منتها فرقش این است که ترتیب آیات و سور در اون فرق میکنه. ما وقتی یک بحث خیلی کوتاه کردیم، دوستان عزیز این رو نشون بدن. این کتاب بهار الانوار، این صفحه دومش جلد 51 چاپ امیره در صفحه 412 روایت 79 در اینجا که امام زمان که میاد 500 نفر از قریش رو میکشه و نمیدونم مسجد حرام رو خراب میکنه. اذا قام القائم هدم المسجد الحرام،
امام زمان که بیاد مسجد الحرام رو خراب میکنه، حتی یارد دو الاساس تا به اساسش برگردونه و گفتیم اساسش همینه که به کوفه برمیگردانه. اذا قام القائم جاء بامر جدید كما دعا رسول الله صلی الله علیه و سلم فی بدو الاسلام الى امر جدید. امام زمان که بیاد کلا یک قوانین جدید میاره، همونطوری که پیامبر صلی الله علیه و سلم امر جدید آورده بود و بین مردم به حکم آل داوود حکم میکنه، یعنی به حکم بنی اسرائیل حکم میکنه. روایت 85 جالبه، میگه که اذا قام قائم آل محمد، از ابی جعفر امام محمد باقر روایت شده، اگر که قائم آل محمد آمد ضرب فساطیت لمن یعلم الناس القرآن، میگه وقتی که امام زمان بیاد خیمه هایی رو میزنه که مردم رو قرآن میآموزانند. چطور قرآن؟ علی ما انزل الله جل جلاله، آنچنان که الله سبحانه و تعالی نازل کرده. فاصعب ما یکون علی من حفظه اليوم، در اون روز خیلی دشوار خواهد بود برای قاریان قرآنی که امروز قرآن رو حفظ کردن. لانه، دوستان نشون بدن، لانه دلیلش چی است؟ صفحه 426، به خاطر اینکه این قرآن بر آن اساسی که یخالف فیه التعلیف، دوستان این زوم بکنن این قسمت، این خیلی مهم هست. میگه که فاصعب ما یکون علی من حفظه اليوم لانه یخالف فیه التعلیف، میگه که برای حافظان قرآنی که امروز قرآن رو حفظ کردن خیلی مشکل خواهد بود. چرا؟ یخالف فیه تألیف، که فرق میکنه در تألیف، نه در ترتیب، در تألیف. یکی ترتیب است، یکی تألیف است. این آخوند میگفت که در ترتیب سور و آیات، نه، اینجا میگه در تألیف فرق میکنه. این رو علامه مجلسی در کتاب بهار و انوار دایره المعارف خرافات شیعه در اونجا آورده و این رو هم آقای طبرسی در کتاب خود نشون بدن، نفس الرحمن فی فضائل سلمان، میرزا حسین نوری طبرسی، جواد قیومی اصفهانی رو تحقیق کرده و در ایران هم چاپ شده. میدان انقلاب، خیابان اردیبهشت، کوچه نوروز، در اینجا در صفحه 131 باب دوم میگه، از روایت طولانی است، بعد شیخ طوسی میگه اینو روایت کرده در کتاب غیبه از ابی عبدالله امام جعفر صادق، اتق العرب فإن لهم خبر السوء، عرب رو بگید که بترسن که برای اینا خبری بدی دارم. اما انه لا یخرج مع القائم علیه السلام منهم واحد، یک نفر از عربم با امام زمان خروج نمیکنه. یعنی امام زمان کلا از قم خروج میکنه. همه این آخوندایی که اصلشون عرب هست، مثلا خامنه‌ای، مثلا قزوینی، مثلا این کسایی که این عمامه سیاه به سر دارن که ادعا میکنن به دروغ که از نسل پیامبر هستن، اینها یکیشون هم نجات پیدا نمیکنن. یکی از اینا هم با امام زمان قیام نمیکنه. همه اینایی که عمامای سیاه دارن سید فلانی سید فلانی سید فلانی، با این اسم سید مردم رو فریب میدن، اینا همه از لشکر دجال هستن که با دجال ظهور میکنن و اینا با امام زمان ظهور نمیکنن. اینطوری در کتابشون نوشته، به ما مربوط نیست. بعد میگه که سمعت علی یقول، از علی شنیدم که میگفت که اننی بالعجم فساطیتهم فی مسجد الکوفه، انگار دارم میبینم عجم رو، یعنی غیر عرب رو، که خیمه‌هاشون رو زدن در مسجد کوفه، یعلمون الناس القرآن، مردم رو قرآن درس میدن، کما انزل، همان گونه که نازل شده هست. چی میگه؟ قلت یا امیر المؤمنین اولیس هو کما انزل، این قرآنی که الان دست ماست اون گونه نیست که نازل شده؟ فقال لا. آقا ابوالقاسم اینجا توجه بکن، میگه که ترتیب و نمیدونم شأن نزول و خرابیتی که داری به خورده مردم میدی. اینجا چی میگه؟ لا محی عنه 70 من قریش به اسمائهم و اسماء آبائهم. یکی از کارهایی که در این قرآن شده، 70 نفر از قریش که اسم خودشون، اسم پدراشون در قرآن بود، اینا رو پاک کردن. و ما ترک ابو لهب الا لادراء علی رسول الله صلی الله علیه و آله لانه عمه.
این که اسم ابو لهب رو در سوره لهب گذاشتن تبت ید ابی لهب، اینا فقط به خاطر توهین به پیامبر بوده که بگن که بله اسم عموی پیامبر در قرآن ذکر شده. بعد در روایت بعدی حسین ابن عمدان به سند با سند یأتی عن نبی صلی الله علیه و سلم، از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنه که انه قال معاشر قریش تضربون العجم على اسلام هذا والله ليذرونكم على عودا الى ان قال لو فقد الاسلام في الارض لوجد في حجر او حجر ولو بلغ الى عنان السماء لما نال له الا اولاد فارسی. اگر که این قرآن امروز شما میگه عجم رو میزنید، فارسا رو میزنید، به خدا اونا شما رو خواهند زد با چوب. و اگر که این به اصطلاح اسلام به آسمان هم برسه، کسی از اولاد فارس ها اون رو به دست میاره. اینجا وقتی که قضیه توهین به عرب هست، فارس ها رو برتری میدن. بعد در جای دیگه میان میگن که زبان اهل جهنم زبان فارسی هست و اگر یک انسان عربی از دنیا میره، این انسان رو میبرن در جهنم و در اونجا چیکار میکنن؟ بهش فارسی یاد میدن تا فارسی صحبت بکنه. این مطلب در کتاب الکافی اومده، دوستان نشون بدن. این الکافی جلد 1 و 2، اینم شناسنامش، صفحه 347. میگه کسی از عرب ها فوت کرده بود، از قبیله خالد ابن ولید بود. جوانی آمد پیش حضرت علی، گفت که دایم فوت کرده، گفت که براش ناراحتی، گفت الان زندهش میکنم. زنده کرد، خلاصه از قبر ایشون بیرون اومد، شروع کرد به فارسی صحبت کردن. امیرالمومنین گفت که تو مگه عرب نبودی که از دنیا رفتی؟ گفت نه خیر، من عرب بودم، چرا؟ ولکن وقتی که من مردم به سنت فلان و فلان، یعنی پیرو ابوبکر و عمر بودم، زبان ما در اونجا چی شد؟ برگشت. عرب بودیم، تو جهنم شدیم فارسی زبان. آقای اینم جناب میرزا ابوالحسن شعرانی که این رو تحقیق کرده، از مولا محمد صالح مازندرانی شرح اصول کافی رو اومده شرح کرده، کتاب کافی و اصول و روزه رو از کلینی رو شرح کرده. در صفحه 205 در ذیل همین حدیث میگه که الظاهر ان اهل النار یتکلمون کلهم بلسان فارس. چیزی که ظاهر می شود این است که اهل فارس همهشان به زبان فارسی صحبت می کنند و ان کانوا عربیان، ولو این که عربی باشن. اهل نار جهنمیا همشون فارسی صحبت می کنن ولو این که عرب باشن. و اهل الجنه یتکلمون بلغت العرب و ان کانوا من اهل الفرس. و در جنت همه عربی صحبت می کنن ولو این که از اهل فرس باشن. این تناقضاتی است که در کتاب‌های اینا وجود داره. جایی که بخوان عرب رو بزنن اون روایت رو میارن، جایی که بخوان فارسا رو بزنن این روایت رو میارن. خلاصه هدف اینا چیه؟ یکی رو به جان دیگری بنداز و در بینش برای خودشون بیان و در اونجا سرمایه گذاری بکنن و مردم رو فریب بدن. این که ثابت کردیم که امام زمان کلا قرآن جدید میاره، قرآنی که تألیفش با تألیف این قرآن کلا فرق میکنه، نه اینکه ترتیبش فرق بکنه، تألیفش فرق میکنه. مطلب بعدی آیاتی که در قرآن تحریف شده. اینا آیاتی رو در کتابای خودشون آوردن که بابی از دوستان عزیز این رو نشون بدن. اصول کافی، ثقة الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی، اینم شناسنامه‌اش، باب 165 صفحه 311. دوستان باب 165 این کتاب رو یادداشت بکنن، چون من اینجا فقط بعضی از روایات رو میخونم به خاطر وقت. باب فیه نکت و نطف من التنذیر فی الولایه. در اینجا دیدید که این آخوند ابوالقاسمی گفت که اگر که قرآن در اسم ائمه در قرآن ذکر میشد قرآن رو تحریف میکردن. این بدبخت جاهل بی سواد خبر نداره که تو کتابای خودشون گفتن که اسم ائمه در قرآن بوده، تحریفش کردن. و در این باب شما اگر برید مطالعه بکنید، یکی از بابهای مهم کتاب اصول کافی است، بزرگترین بابش هست، بیشترین روایات رو که در باب تحریف در این کتاب میتونید ببینید. دوستان نشون بدن این رو. این صفحه 311 312 ببینید چی میگه. و من یطع الله و رسوله فی ولایت علی و ولایت الائمه من بعده فقد فاز فوزا عظیما. آیه 71 سوره احزاب. هاکذا نزلت، این گونه نازل شده. و ما کان لکم، ببینید
میگن که والا این اسمای ائمه که میاد قرآن رو تحریف میکردن. اینجا میگه هاکذا نزلت، این گونه نازل شده. آقای ابوالقاسمی کمی خجالت بکشی، کمی حیا کن، برو این کتاباتون رو بخون. ای افتادید در پی بخاری مسلم برو یکم کتاباتون رو بخونید تا این سوتی ندید، جهل و بیسوادی خودتون رو به نمایش نگذارید. به قول استادتون که اینجا زمان عصر تکنولوژی است، هر حرفی که شما میزنید اینا برای شما میشه که از این استفاده کرد. برو اینجا نگاه کن که تو کتاب خود نوشته هاکذا نزلت، این گونه نازل شده، اسم علی بوده در قرآن. بعد این صفحه 313 همچنین روایت ها داره در اینجا که اسم ائمه ذکر شده بوده، فاطمه و حسن و حسین و اینجا هم ببینید این روایت خیلی جالبه. ولقد عهدنا الى آدم من قبل کلمات فی محمد و علی و فاطمه والحسن والحسین والائمه علیهم السلام من ذریتهم فنسی. تا اینجا آیه سوره طه آیه 115. هاکذا والله نزلت علی محمد. دوستان زوم بکنن تا چشمای کور این ابوالقاسم ببینه این رو. هاکذا والله نزلت علی محمد، به خدا میگه والله به خدا این گونه نازل شده. اسم فاطمه ببینید ولقد عهدنا الی آدم من قبل کلمات فی محمد و علی و فاطمه والحسن والحسین والائمه من ذریتهم فنسی هاکذا والله نزلت. سوره زخرف ببینید میگه این آیه اینطوری بوده، میگه که انک علی ولایت علی و علی هو الصراط المستقیم. روایت بعدی چی میگه؟ قال از عمار روایت میکنه که از امام باقر عن ابی جعفر نزل جبرئیل، میگه جبرئیل نازل شد به هذه الآیه، این آیه را علی محمد هاکذا، این آیه را این گونه به محمد نازل کرد. بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل الله بغیا. این رو میگه اینطوری نازل کرد. سوره بقره آیه 90 این میگه این آیه رو اینطوری نازل کرد. در صفحه بعدی در صفحه 315 و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فی علی فأتوا بسوره من مثله، پس اسم علی بوده. در روایت 26 میگه. در روایت 27 نزل جبرئیل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم به هذه الآیه اکد، جبرئیل بر محمد این آیه رو اینگونه نازل کرد یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا فی علی نورا مبینا. آیه 173 سوره نساء میگه در اینجا فی علی، این رو حذف کردن از قرآن اصلی. در اینجا 29 حدیث 29 حدیث 30 قال ولایت امیر المؤمنین ان هذا لفی صحف اولی صحف ابراهیم و موسی. در این روایت، در روایت بعدی در روایت 32 در اینجا یا محمد من ولایت علی هکذا فی کتاب محفوظ، این گونه در کتاب محفوظ است، در کتابی که پیش امام زمان حفظ شده. میگه این آیه شورا 113 یا محمد من ولایت علی در این آیه حذف شده. صفحه 316 همین روایت ها کلن ادعای تحریف است. 317 در روایت 42 43 که زیرش خط کشیدیم خیلی واضح اینجا بیان میکنه. در روایت 45 صفحه 318 خیلی واضح میگه که یا معشر المکذبین حیث انبعناکم رسالة ربی فی ولایت علی والائمه من بعده من هو فی ضلال مبین کذا کذا انزلت، این گونه نازل شده هست، نه این گونه ترتیب شده است. این آیه در اینجا بوده ولایت علی و الائمه من بعده، از اینجا یا معشر المکذبین از آیه 29 سوره ملک فستعلمون من هو فی ضلال مبین میگه بعد از اون این بوده یا معشر المکذبین حیث انبعناکم رسالة ربی فی ولایت علی و الائمه من بعده من هو فی ضلال مبین هکذا انزلت.
این گونه نازل شده. در اینجا میگه سأل سائل بعذاب واقع للکافرین بولایت علی لیس له دافع. سوره معارج این آیه میگه هاکذا والله نزل بها جبرائیل علی محمد. والله قسم میخوره که میگه این گونه جبرائیل این آیه رو بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نازل کرده است. در صفحه 319 همین قسم ها و همین دروغ ها در مورد تحریف قرآن. صفحه 320 آیاتی که در اینجا این صحیح ترین کتابشونه، این کتاب اصول کافیه، یعنی صحیح ترین کتابشیه در باب تعریف. نزل جبرائیل به هذه الآیه علی محمد آکذا. جبرائیل این آیه رو به محمد این گونه نازل کرده. فبدل الذین ظلموا آل محمد حقهم. ببینید میگه این آیه سوره بقره آیه 59 این گونه نازل شده، اسم آل محمد در اینجا بوده. در روایت 59 میگه نزل جبرائیل به هذه الآیه آکذا. جبرائیل این آیه رو این گونه نازل کرده. ان للذین ظلموا آل محمد حقهم. این آیه میگه اینطوری آل محمد حقهم در اینجا بوده که این رو سوره نساء آیه 168 تا 169 آل محمد چند مرتبه از این سوره پاک شده. یا ایها الناس قد جاءکم رسول بالحق من ربکم فی ولایت علی، فی ولایت علی. و در آیه بعدیش به ولایت علی فإن لله ما فی السماوات والارض. سوره نساء آیه 170 اینجا ولایت علی از دو جا از آیه 70 افتاده. لو انهم فعلوا ما یوعدون به فی علی لکان خیر لهم. سوره نساء آیه 66 میگه اینجا هم اسم علی بوده که در اینجا حذف شده. در صفحه 321 در این میگه که از ابی جعفر میگه قال نزل جبرائیل به هذه الآیه کذا. جبرائیل این آیه رو این گونه نازل کرد. فابى اکثر الناس بولایت علی الا کفورا. قال و نزل جبرائیل به هذه الآیه کذا. و جبرائیل میگه این آیه رو این گونه نازل کرد. قل الحق من ربکم فی ولایت علی و من شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین. سوره کهف آیه 29 آل محمد نارا. کسانی که ظلم کردن به آل محمد و برای اونا آتش آماده کردیم. این باب کلا تا آخرش همه این روایات دلالت بر تحریف قرآن میکنه. قسم خورده شده بارها که والله آکدا نزلت، به خدا که این گونه چیز شده، نازل شده. این روایت 91 هم براتون میخونم، بعد خودتون برید تو این باب بقیه روایت هاشو ببینید. اینجا برای جوابی برای امثال ابوالقاسمی و اینایی که تلبیس میکنن و دروغ میگن مردم میخوان سرشون رو شیره بمالن که نه ما قائل به تحریف قرآن نیستیم. دوستان اینو نشون بدن. در اینجا این روایت میاد از ابوالحسن مازی که در مورد یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم قال یریدون لیطفئوا ولایت امیر المؤمنین بافواههم قلت والله متم نوری قال والله متم الامامه لقوله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله ونور الذي انزلنا تا آخرش. و هو الذي امر رسوله بالولايه للوصيه والولايه هي دين الحق قلت ليظهره على الدين كله قال ليظهره على الجميع الاديان عند قيام القائم قال يقول الله والله متم نوری. گفت که اینجا چی بود؟ سوره صف آیه 8 ولایت القائم ولو کره الکافرون بولایت علی قلت هذا تنزیل. گفتم که این یعنی این که شما دارید این حرفا رو میزنید علی و نمیدونم ائمه و اینا در لابلای این آیات، این تنزیل است. قال نعم اما هذا الحرف فتنزیل. این حرفی که اینجا ولایت قائم ولو کره الکافرون به ولایت علی میگه که فتنزیل اما غیره فتعویل. غیرش که بود اینا تعویل بود، اما این آخر این چی است؟ این تنزیل است. دوستان این در اصول کافی. و همچنین ما در کتاب بهار الانوار هم داریم. بله دوستان این هم یک بابی است، بهار الانوار، دایره المعارف خرافات روافض از ملا باقر مجلسی. در اینجا در صفحه 37 قبل از این شروع میشه، من فقط این صفحه 37 و 38 رو خدمتتون نشون میدم
که ببینید که این آیاتی رو که در اینجا در صفحه 37 تاریخ امیرالمومنین من یطع الله و رسوله فی ولایت علی والائمه من بعدی فقد فاز فوزا عظیما هکذا نزلت. دیگه نیاز به ترجمه نیست. فتعلمون من هو فی دلال مبین یا معشر المکذبین حیث آتاکم رسالة ربی فی علی والائمه من بعدی هکذا انزلت. این گونه نازل شده است. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين بولاية علي ليس له دافع ثم قال والله نزل بها جبريل على محمد. این گونه جبرئیل بر محمد صلی الله علیه و سلم نازل کرده. نزل جبرئیل بعد الهای آکدا. جبرئیل این آیه رو این گونه نازل کرده. یا ایها الذين اوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا على عبدنا في علی نورا مبینا. این گونه نازل شده. و این کنتم فی ریب مما نزلنا على عبدنا في علی ابن ابی طالب فأتوا بسورة من مثله. این آیه این گونه نازل شده. پر این باب دوستان عزیز، این باب کتاب بهار الانوار پر تاریخ امیرالمومنین صفحه 37 صفحه 38. در اینجا اگر ببینید در بعضی از چاپ ها صفحه 58 جلد 35 این صفحه جلد 59 صفحه 35 کلا اینجا روایت هایی رو آوردن که دلالت بر تحریف قرآن میکنه. خب اگر من بخوام فقط در رابطه با تحریف قرآن، بارها گفتم، و سندهایی که در کتب اینا وجود داره صحبت بکنیم، 3 ساعت رو اگر اختصاص بدیم و طول سال در این مورد صحبت بکنیم، تنها از کتاب فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب از یکی از اسطوانه های معروف اینها که این کتاب کلن اومده اثبات میکنه، یعنی 1-2 حدیث رو جمع کردن در این کتاب که اثبات میکنه که قرآنی که در نزد ما هست این قرآن تحریف شده است و این یکی از نشانه های دشمنی که با کتاب الله در این دین و در این مذهب وجود داره. تفاسیرشان مملو هست از این مطالب. و حتی یک نکته ای رو من اینجا خدمتون جهت این که باب بسته بشه که شاید حالا کسی زنگ بزنه بگه خب حالا کسی اومده این حرفی رو زده ما به این اعتقاد نداریم، منتها این کتاب صافی است، تفسیر صافی از فیض کاشانی، دوستان نشون بدن. اینم شارح سید عباس موسوی در بیروت و در سوریه چاپ شده و در صفحه 34 میگه و اما ولیکن اعتقاد مشایخنا فی ذلک فالظاهر من ثقة الاسلام. در مورد تحریف قرآن صحبت میکنه و اعتقاد مشایخ ما میگه در رابطه با تحریف قرآن از ثقة الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی انه کان یعتقد التحریف و نقصان فی القرآن. اعتقاد به تحریف و نقصان در قرآن داشت لانه روا روایت فی هذا المعنى. همین روایتی که لحظاتی پیش نشونتون دادم، این روایات رو میگه در کتابش آورده فی کتاب الکافی، در کتاب کافی، ولم یتعرض للقدح فیها، و این روایات رو رد نکرده. مع انه ذکر فی اول کتابی انه کان یثق بما رواه فیه. این که روایات رو رد نکرده در حالی که در اول کتابش نوشته که روایاتی که آورده این روایات ثقه هست و صحیح هست در نزد او. بما رواه فیه و كذلك استاده علی ابن ابراهیم قمی، استاد کلینی علی ابراهیم قمی میگه که تفسیره مملوء منه وله غلو فی. علی ابن ابراهیم قمی تفسیرش مملو از آیاتی است که اثبات تحریف میکنه و در این امر غلو هم داره. و كذلك شیخ احمد ابن ابی طالب الطبرسی فانه ایضا نسج على منوالها فی کتاب الاحتجاج. میگه در کتاب احتجاج آقای طبرسی هم روایاتی رو آورده که در قضیه اثبات تحریف قرآن آورده. این اصل کتاب فیض کاشانی است، تفسیر صافی. در ایران اومدن خیانت کردن در این مطلب، این تفسیر صافی رو ترجمه کردن و در اینجا نظر شیخ کلینی گفتن ثقة الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی به وجود تحریف و نقصان باور دارد چون روایاتی را در این باره در کتاب خود کافی نقل کرده و به نقد آنها پرداخته است. من حاضرم که همه دارایی وصال حق رو در اختیار هر آخوندی که یک مطلب بیاره از کلینی که رد کرده باشه یا نقد کرده باشه این روایات رو، یک روایت از کلینی بیاره که قضیه تحریف رو رد کرده باشه. این دروغی است که همین لحظاتی پیش من عربیشو خوندم براتون. باز عربا شیعه عرب منصف بودن، اصل روایت رو همونطوری گذاشتن، اما در ایران که ترجمه کردن آخوندا، مرکز تحقیقی تفسیر علوم قرآنی رو ترجمه کرده، اینجا اومدن این مسئله رو تحریف کردن، گفته به نقد آنها پرداخته است. دوستان نشون بدن با در نظر گرفتن این
نکته که او در آغاز کتاب ذکر کرده که به مرویات خود اطمینان و اعتقاد دارد که ما امیدواریم که این نقد رو نشون بدن که در کجا نقد کرده. در مورد قمی گفته استاد او مرحوم علی ابن ابراهیم قمی ابن هاشم قمی که نیست که تفسیرش مملو از این قبائل مسائل تحریف و نقصان است و تا حدودی در این باب غلو و مبالغه کرده. تا حدودی نه بلکه کاملا غلو کرده. این تا حدودی رو اضافه کردن در ترجمه فارسی و خیانت کردن. مترجمین مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن در ایران استاد عبدالرحیم بخشایشی که زیر نظر ایشون آقای بخشایشی از خدا بترس و همون چیزی که در نسخه عربی بوده همون رو ترجمه بکنید، دروغ از پیش خودتون نبافید. اینم در مورد اینکه اعتقادشون در تفاسیرشون در مورد قضیه تحریف. برمیگردیم به کلیپ ها. دوستان اگر کلیپ رو به یاد داشته باشن ما پخش کردیم یک موقعی که بیننده زنگ زد و به آقای قزوینی گفت که شما چرا این جناب کمال حیدری رو نمیارید در شبکه که ایشون صحبت بکنن و در شبکه ولایت و صحبت‌هایشون مستفید بشه. این کلیپ رو با هم ببینیم، یک تجدید خاطره‌ای هم بشه از آقای محسنی و آقای قزوینی و که برنامه داشتن با هم دیگه. نمیدونم این آخوند چه بلایی سرش اومد که غیبش زد از شبکه ولایت. با هم ببینیم. ببخشید حاج آقا قبل از اینکه تشریف ببرن سفر آمریکا گفتن تعداد شیعه در جهان 400 میلیونه. بله. بعد این وهابیا میگن شیعه خودشونو بکشن 100 میلیون هم نمیشن. آیا میتونن ثابت کنن با مدرک موثق ثابت کنن که تعداد شیعه 400 میلیونه؟ بعد در واقع برنامه چرا از برنامه‌های حاج آقا حیدری که شبکه الکوثر برنامه داره استفاده نمی‌کنه؟ بله استاد حیدری چون عرب زبان هستن و فارسی خیلی سخته براشون، مثل حضرت آیت الله کورانی که ایشون میگه من فارسیم خیلی سخته نمیتونم، بعضی موقع فارسیم تموم میشه، ایشون این تعبیری دارن. حالا آقای کورانی که خیلی ماشاءالله بهتر صحبت میکنن، ولی جناب آقای حیدری استاد حیدری و ما هم ارادت داریم خدمتشون ولی نمیتونن بیان و فارسی صحبت کنن و الله حتما از وجود شریفشون استفاده میکردیم. بله. این آخوند دروغگو خب میگن کبوتر با کبوتر، محسنی با قزوینی، باز با باز کند امجنس با امجنس پرواز. کسی که در کنار این آخوند دروغگو نشسته باشه دیگه شما بیشتر از این نباید ازش توقع داشته باشید. دروغ گفتن رو یاد گرفته از قزوینی. میگه که آقای حیدری عرب زبان هستن و سخت است که فارسی صحبت بکنن و آقای کورانی، علی کورانی بهتر از ایشون فارسی صحبت میکنه. من الان یک کلیپ از آقای کمال حیدری مرتبط با موضوع برنامه پخش میکنم، یک کلیپ هم از علی کورانی پخش میکنم. قضاوت رو میذارم با شما بینندگان که ببینین که اینها در دروغگویی و در خباثت یعنی هیچ حد و مرزی ندارن. با هم میبینیم کلیپ آقای کمال حیدری رو. دوستان قبل از اینکه این کلیپ رو ببینیم من یک نکته رو اینجا اشاره بکنم که کمال حیدری در تلویزیون رسمی عربی ایران الکوثر برنامه داشت و بعد از اینکه بعضی از حقایق مذهب تشیع رو بازگو کرد ایشون رو اخراج کردن و فعلا در مکان نامعلومی زندگی میکنه و به خاطر اعتقاداتش حتی تکفیرش هم کردن و این شخص من یعنی بارها گفتم حداقل انسان باید آزاده باشه و این آخوند آیت الله هست که از یعنی روحانیون خیلی بلند پایه مذهب تشیع است و خیلی هم سعی و تلاش کرد که در برنامه‌هایی که در شبکه الکوثر رسمی ایران داشت که همون بخش عربی شبکه معارف هست در مورد اهل سنت و در مورد کتب اهل سنت و اعتقادات اهل سنت این همیشه شعبه پراکنی میکرد. سبحان الله خداوند این رو بلای جان خودشون کرد. حالا ببینید که چه زیبا فارسی صحبت میکنه. میگه مهمترین شخصیت الان که واقعا کل منظومه فکر تشیع رو منبر و نمیدونم کانال ها و نمیدونم علما و بزرگان استنادشون به چیا؟ به کیا؟ به علامه مجلسی ها. بله این همین کتاب مرآت العقول هست که
حدیث 17000 آیتی رو گفته حدیث صحیح هست، حدیث موثوق هست، این حدیث رو تایید کرده و در زیرش حرفای دیگه هم آورده که من لحظات پیش نشون دادم. منتها این آقای کمال حیدری همون کتاب رو جلد 12 مرات العقول رو آورده و در موردش صحبت میکنه. با هم ادامه کلیپ رو ببینیم. بحار مجلسی ها اصلا بحار نبود، تشیع نبود برای بعضی ها. این مرآت العقول جلد 12 ها صفحه 525 روایتی آقا نقل میکنه در کتاب النوادر من کتاب فضل القرآن کافی. یعنی این روایت کجا آمده آقا؟ حالا خوبه الحمدلله ایشون روایت رو برده تو نوادر. حالا مقصودشم چرا روایت رو برده تو نوادر، بحث جای خودش باید با کلینی کرد. علی بن الحکم عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله قال ان القرآن الذي جاء به جبرائيل الى محمد صلى الله عليه وآله 17,000 آیه. پس اینی که الان شما دارید آقا چقدره؟ دیگه 1/3 قرآن. یعنی قرآن 3 جلدی بوده آقا، الان دست ما چیه آقا؟ 1 جلدیشه قرآن دست ما. ولیکن مثل این که آقای یک کتابی نوشته 3 جلدیش، 1 جلدش دست شما هست، 2 جلدش چی؟ آقا امام زمان اینا معتقدن که میاد 2 جلدش هم با خودش میاره آقا. یأتی به قرآن جدید، کما بعض روایات مجعول اسرائیلی آقا یأتی به قرآن جدید، این تعبیرات آمده. خب این روایت را بهبودی در صحیح الکافی تضعیف کرد، گفت روایت ضعیف، تموم شد. اما ببینید علامه مجلسی درباره این روایت چی میگه؟ میگه فالخبر صحیح، خبر صحیح معتبری است. لا يخفى ولا يخفى ان هذا الخبر وكثير من الاخبار الصحيحه از نظر سند صریحة في نقص القرآن. ببینید، پس ببینید محل النزاع چی آقا؟ نه اینی که دست ماست تغییر پیدا کرده، اینی که دست ماست چی؟ درسته، ولکنی همش دست ما نیست. صریحة فی نقص القرآن و تغییره، این عطف تفسیر بر نقص، مقصود از نقص التغییر یعنی چی؟ نقص قرآن. و عندی، حالا گوش کنید آقا، و عندی ان الاخبار فی هذا الباب متواترة معنى. خب دیگه خودتونم در منطق خوندید آقا، تواتر مفید چی آقا؟ یقینا دیگه از اولیات آقا، از بدیهیات آقا. دیگه شما یقینیات 6 دارید، یکی از یقینیات چی آقا در منطق؟ ها؟ المتواترات. ایشون میگه آقا متواتر. و طرح جمیعها، لازمش اینه، گوش کنید، ولكن وفي هذا الباب وهي لا تقصر عن اخبار الامامه. یعنی اگر ما 1000 روایت در امامت داریم، چطور امامت اصل از اصول اعتقاد امامیت شده؟ این روایات هم علی حد روایات چیه؟ امامت. یعنی باید اصل از اصول چی بشه؟ ها؟ اعتقادات امامیه بشه که این قرآن کامله یا ناقصه. یعنی نسخه کامل دست ما رسید یا نسخه ناقصش ها. خیلی عبارت مهمیه. اینم علامه مجلسی. پس اینطور نیست که آقا فقط روایاتی در کتاب ها آمده. ببینید آقا، این یکی از فرقهای مهمیه بین اهل سنت و بین شیعه. حالا امکان داره شما پیدا کنید 1، 2 تا 3 تام در اهل سنت قبول کرده، ولکنه بزرگانشون نیستن، اونا رد کردن، روایاتشون کتاباشون هست. اینطور نیست که ما اونا بتونن فقط به ما بگن آقا تو کتاباتون پر آقا روایات چی. حالا امکان داره ما بیشتر باشه، ولکنه میخوام بگم اینطور نیست که روایات اونها هم مبرا باشه. نه اینطور نیست آقا، اونا هم تو روایاتشون خوندیم برای شما دیگه، روایات هم معتبرم هست آقا. اینجا آقا این سوال مطرح میشه که انشاءالله برای هفته آینده، و اون اینه جوابش برای هفته آینده، و اون اینه که آقا این امثال این مسائل، یعنی تحریف قرآن، یعنی سهو النبی،
یعنی نوم النبی، یعنی مسائل ده ها مسئله دیگر. اینها ریشه هاش کجاست؟ چطور در معارف دینی ما وارد شده که ما اگر ریشه یابی نکنیم بینی و بین الله، اگر اینجا توانستیم فرار کنیم یا یه طوری جواب بدیم، جاهای دیگه میمونیم آقا، نمیتونیم جواب بدیم. لذا شما الى الان میبینید که آقا بینی و بین الله با همه اشکالاتی که داره میشه، حالا میبینید خودتون با همه اشکالاتی که داره میشه، به شیعه ها در مسئله تحریف قرآن الى الان نه حوزه نجف بیانیه صادر کرده تو که آقا بگن بله بعض علما میگفتن ولکن بزرگان ما چی قبول ندارن، صادر نشده. نه حوزه قوم. از معاصرین الان شما امکان داره برید آقا به آیون بگید آقا شما قائل میگه نه ما قائل نیستیم آقا به تحریف قرآن، به این معنا از تحریف که نقص باشه. یا خب شما بشینید آقا بین ما بزرگان حوزه 5 نفر 10 نفر یه بیانیه صادر کنید که این یک وثیقه‌ای باشه، یک مدرکی باشه. هر شیعه‌ای که میخواد اون به ما اشکال بگه میگه نه آقا بزرگان شیعه چی قائل نیستن. کما اینکه در مسائل دیگر هم شد، در مسائل دیگر حالا اعتقادی باشه، نمیدونم سیاسی باشه، نمیدونم فکری باشه، شعائری باشه فلان، خب بزرگانی جمع شدن چیکار کردن آقا؟ خب بیانیه صادر کردن. خب چرا الی الان آقایون ما نتونستن این کارو بکنن؟ نمیخوان. به نظر بنده خیلی از بزرگان میخوان. حالا چرا حاصل نشده؟ ترسشون از چیه؟ چرا این کارو داره نمیکنن؟ بنده واقعا نمیدونم، ولی یکی از احتمالش رو این میدم که اگر اینطور بیانیه صادر بشه این حرفا دیگه چی میره؟ نه فقط کتابها زیر سوال میره، اصحابش هم چی؟ زیر سوال میره. که حتی به اینها بی احترامی نشه این بیانیه ها چی داره صادر نمیشه. با اینکه الان ضرورت داره یا نداره؟ بنده تو مسائل کوچکتر از این بزرگان حوزه بیانیه صادر کرد. خیلی مسائل کمتر از این بیانیه و یکی دوتا هم نبودن، 5 نفر 10 نفر امضا کردن. چرا تو این مسئله واقعا اساسی بلکه ریشه‌ای بلکه اصل چی؟ اصل اعتقادات ما قرآن آقا. لذا ان شاء الله تعالی ما هفته آینده رو بینی و بین الله به قول خودش ایشون فارسی بلد نیست، نمیتونه فارسی صحبت بکنه. حالا این کورانی که آورده بودن تو شبکه ولایت که فارسی صحبت بکنه، بینی و بین الله ببینید که کدوم یکی از این دوتا خوب فارسی صحبت میکنن. اروتاشون عربن، کدومشون فارسی خوب صحبت میکنن. من یک کلیپی از کورانی رو خدمتون. بله، یکی از آرزوهای آقای کورانی است که میخواد انشالله به گور ببره با خودش. این کلیپش رو با هم دیگه ببینیم. برای ما بفرمایید که چه شد حضرت عالی وارد این کسوت شدید، در طلبگی وارد شدید و الحمدلله امروز آبروی جهان تشیع هستید. خدا حفظتون کنه انشاءالله. پس شما خودتون رو دیگه ایرانی میدانید. من احب قوما حشر معهم بلی رضی بعملی. جزو ایران پایگاه تشیع، کشور تشیع. یه نفر روحانی چیز انتقاد کرد از ایران و ایرانیا. گفتم ببین شما هر کجا رفتی جهان با این لباس ایرانی، هر کجا رفتی، حتی اگر قسم خوردیم به وهابیا ایرانی نیستیم، ایران ما افتخار میکنیم. ایرانی به معنی تشیع و امام رضا تمام شیعیان دنیا ایرانیه، تمام مسلمین ایرانیه. بزرگوارید، ممنون از این عنایت شما. به هر حال به اعتقاد ما این آخرین فشار بر علیه ایران و بعد از این فشار ان شاء الله وضع اقتصادی وضع از همه جوانب و وهابیت در جهان
ضربه میخوره تا از بین میره، انشاءالله. از جزیره العرب از بین میره، جمع میشه در سوریه. بله. این من اعتقادم. بله. این حرفایی بود که آقای کورانی میزد. خب به اعتقاد شما بینی و بین الله کدوم یکی از این دوتا خوب بلدن فارسی صحبت بکنن؟ چرا کورانی رو میارن تو شبکه ولایت، حیدری رو نمیارن؟ حالا دلیلش رو فهمیدید؟ و چگونه وقیحانه دروغ میگن که بله ایشون فارسی بلد نیست صحبت بکنه، فارسیش خوب نیست. بینی و بین الله فارسی کمال حیدری خوب هست یا نیست؟ شما خودتون قضاوت بکنید.